ما نکردم حساب کتاب برای که شما را معلومات نادرست ندن. فقط اندیشه ما اطراف همین گپ میزنم برای که همین سوال در خط میتونم. خیر ما که نقلات автомобили و خدمت رسانی رئیسی این بخش شما است بیاد همین خیلی کنیم. عموما همین حالت برای که وقت گاز مایع نرخ پس شد اما نرخ تاکسی نخراب بود. این یک کریم سال دو سال پیش بود. بیاد همین یک بار آموزه برای یک سوال درست جواب درست پیشنهاد کنیم. برای اون که این اخیراً ما به واسطه ما البته که سیاست مهم که در ساحه مثلا حساب کتاب در کار برای که یک جواب دقیق دادن. بعد تا چه اندازه مقدار همین نقلیات کافی است برای مسافر کشاندن، چون دیگر ماشینا هم هست در اطراف ما. برای همین نرخ ممکن که پست نمیشه چون خواهش شد درخواست بده. به هر احتمال از نقطه نظر بگیم که این همون دستورالعملی که هست یک بار حساب کتاب کنید بعد پیشنهاد